دوستان عزیز، بینندگان گرامی، من امیر جان از ناحیه دیوشتیج. امروز سفر یکمی من به ولایت سوخت، یعنی به شهر خوجند می باشد و من وقتی که سحر از خانه خیستم و به تاکسی نشسته به خوجند سفر خود را آغاز کردم و اولین کاری که من کردم این به مکتب رفتن بود و مکتبی که مرا در شهر خوجند انتظار بود این مکتب پرزیدنتی می باشد در شهر بستان. و وقتی که به مؤسسه دولتی پرزیدنتی رفتم در آنجا در راهبر مؤسسه یعنی دیرکتوری مؤسسه مرا انتظار بودند، با صمیمیتی بلند مرا پیشواز گرفتند، کمی باشد هم درباره مؤسسه خودشان به من نقد کرده دادند، خودشان را معرفی کردند و من هم با پذیرفتن نیکی آنها شاد گشته خودم را به آنها معرفی کرده دادم، خودم را شناس کردم و به آنها گفتم که من خواننده صنف دهم هستم و دیرکتوری مؤسسه باشد مرا به خوانندگان صنف دهم بردن، یعنی به صنف خودم بردن و در صنف در آمده الکی با خوانندگان مرا شناس کرده ایستاده بودند و وقتی که دیرکتوری مؤسسه مرا با خوانندگان شناس کردند و خودشان رفتند، من در صنف تنها ماندم با همراهی همصنفانم. در همینجا من الکی شناسایی خودم یعنی کاری اولی خودم را در همون مؤسسه آغاز نمودم. تحصیلی من الکی آغاز گردید و هنگامی زنگ زدن الکی خوانندگان با من شناس شدنشان را خیلی هم بسیار خواستند و نزد من جمع شدند با من صحبت کردند، خواستند که من کمتر درباره خودم با آنها نقل کرده دهم و من هم با آنها انس گرفتم، با آنها درباره خودم، درباره حیات خودم، درباره کار و فعالیت خودم در مؤسسه تحصیلات اولیه خودم نقل کرده دادم. آنها با شناسایی من خیلی هم شاد گشتند، با خودشان نیست و من شناس کردم، با آنها دوستی پیدا کردم و درباره فعالیت من، چگونه من در ناحیه کار میکنم، به کجاها سفر میکنم و به چیها مشغول میشم خواستم که بسیارتر درباره من فهمند. وقتی که من خودم را به آنها فهماندم، درباره حیات خودم نقل کرده دادم، آنها به من یک چند سوال دادند. یکی گفت که کدام کتاب ها را دوست می‌داری؟ من به آنها گفتم که کتاب های اکولوژی، بیولوژی، تاریخی را خیلی هم زیاد دوست می‌دارم. وقتی که به مؤسسه وارد شدم هنگامی با همصنفانم شناس گشتم، بچه‌ها و دخترها خیلی هم با آمدن من شاد بودند، شناسایی من را خیلی هم خوب پذیرفته گرفتند. مرا گویا که آنها مرا انتظار بودند که با آنها من الکی یک دوستی نزدیک میشم گفته و در حقیقت امروز من با آنها دوستی نزدیک شدم. وقتی که الکی درس ها به انجام رسید و وقت خوانندگان و خانه رفته ایستاده بودند، آنها از من پرسیدند که تو مؤسسه پرزیدنتی را چطور تصور میکردی گفته و من درباره تصورات خودم به آنها نقل کردم. یعنی من فکر میکردم که این مؤسسه خیلی هم کلان میباشد، زیبا، الکی صنف‌های برهوا دارد گفته فکر میکردم و حالا باشد این تصورات خودم را در اصل دیده ایستادم. در حقیقت این مؤسسه خیلی هم کلان میباشد، در مساحت کلان جای گرفته است، بیناهای کلان دارد، آشخانه زمانوی دارد، لابراتوری ها برای گذراندن کارها دارد، صنف‌های برهوا دارد. اساساً در آن میباشد که صنفی که من با آنها همراه شدم خوانندگان خیلی هم انسان دوست میباشند، یعنی مرا خوب پذیرفتند و با من دوستی قوی را پیدا کردند. بغیر از این من از آن شاد گشتم که امروز در همین مؤسسه پرزیدنتی جنبستی آزمونی جمهوری کمالخانی برگزار گردیده ایستاده بوده است و من هم در همانجا اشتراک نمودم، تماشا کردم از سرود و شعرهایی که در آنجا از دیگر خوانندگانی که از تمام جمهوری تاجیکستان به این مؤسسه آمده بودند گوش کردم، با آنها شناس شدم، با خودم همراهی آنها صورتگیری کردم. یعنی اشتراکی خودم را در همین آزمون دیده من خودم هم یک هیجان زیر کرد، یک خرسند شدم که در جنبستی آزمون جمهوری اشتراک کرده ایستادم. از حد زیاد خرسند شدم. در آزمون ناحیوی کمالخانی اشتراک کرده بودم، لیکن در این روز باشد در جنبستی جمهوری آن اشتراک کرده خیلی هم خرسند شده بودم. وقتی که به خانه آمدم با عائله نوام شناس شدم، مادر نوام را دیدم، با آنها شناس شدم و
گفتنی آنها فهمیدم که آنها 2 نفر فرزند دارند. 1 نفر فرزند پسر و 1 نفر دختر. پسرشان فرزان نام دارند و دخترشان کمیله که امروز در ناحیه دیوشتی یعنی در زادگاه من در خانه من قرار دارد شناس شدم. و غیر از این الکی وقتی که به خانه آمدم درباره حیات آنها فهمیدم. باز وقتی که به خانه در آمدیم و الکی برای من دسترخوان را آرا داده بودند، یعنی برای مرا انتظار شده ایستاده بودند. وقتی که مادری من برای مادری نوام تحفه ها تیار کرده بودند و من آنها را آورده در سر یک پیاله چایی که با مادری نوام الکی نوشیده شیشته بودم و آنها تحفه سپاریدم. تحفه‌ای که مادرم از دهه برای مادری نوام در شهر خوجند تیار کرده بودند و آنها آورده هدیه آنها را سپاریدم. حاضر کمتر جنبست کنم خوب میروم. این لحظه دوستان عزیز این بود بلاگی من و وقتی خوابی من شده است الکی در روز آینده بلاگ دومینی من را انتظار باشید. خیر.